هواپیماهای اسرائیلی میتونن تا آخر اروپا و از شرق تا بعد از افغانستان هم برسن. پس بهتره که موجودیت اسرائیل رو قبول کنن. آقای سخنگوی گفت که طیارات اسرائیل به افغانستان هم میرسه. ما برشان میگم در یک قرن افغانستان 3 امپراتوری را شکستانده. انگلستان، بریتانیای بزرگ کبیری که آفتاب در قلمروش غروب نمیکرد. 1. اتحاد جماهیر شوروی. 2. ناتویی که فعلا حامی شما است با 48 کشور در کشور با طیارات B-52 و موشک‌های کروز آمده بود. خدا شما را بیاره به افغانستان باز گپ میزنیم. Straight from the underworld, coming from the underground.